سرمایه‌گذاری برای تولید کلید حل مشکلات معیشتی و اقتصادی. رئیس مجلس در نخستین جلسه علنی خانه ملت در سال جدید با تاکید بر پرهیز از برخورد شعاری و جزیره‌ای با شعار سال گفت باید امنیت سرمایه‌گذاران خرد و کلان را تأمین کنیم. باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست. آقای قالیباف با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ابراز امیدواری کرد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود. وظیفه خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال 1404 طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم. نخستین جلسه کمیسیون‌های تخصصی مثل کمیسیون جهش تولید و اقتصادی نیز با محوریت بررسی راهکارهای تحقق شعار سال برگزار شد. ما قوانینی در طول سالهای گذشته داشتیم، باید بریم و بررسی بکنیم چرا این قوانینی که مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری اجرایی نشده، گیرها و موانعش چیه، کدام بخش از قوانین آیین‌نامه براش تهیه نشده و مواردی که آیین‌نامه براش تهیه شده چرا اجرایی نشده. کاری که ما باید انجام بدیم بیشتر میشه، شاید بگم 90% بحث نظارت بر اجراست، یه 10% هم شاید بحث اصلاح قوانین و پر کردن خلاها و اینا. خب این به خود شما برمیگرده؟ بله کار مجلسه. در جلسه کمیسیون عمران هم عملکرد دستگاه‌های مرتبط با سفرهای نوروزی مورد بررسی قرار گرفت. ما پارسال چیزی در حدود 388 میلیون تردد رو آمارهای رسمی کشور ما ثبت کرده بودند که از این آمار 388 میلیون امسال این عدد به 591 میلیون رسید که بسیار قابل ملاحظه هستش و عدد بسیار بالایی هستش. مجلس صبح سه‌شنبه این هفته هم جلسه علنی دارد تا به ادامه بررسی طرح‌ها و لوایحی که در دستور کار دارد بپردازد. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.